میشم چی بشم و خودم یک شعری معقول اینا میخونم کمتر نه کدام نه مثلا چی شعر است؟ مثلا یگان شعری خواهر یگان افسانه برای من یگان افسانه قرآن هم نه این چیزی از کتابخوانی بیستم و مدرسه لغوی که میرم در راه آرام شدن. خب مثلا کدام کتاب میتونه شما را آرام کند؟ فرهاد و شیرین آرام میکنند. یک کتاب را آرام میکنند. خواندن اونه که با زبان بسیار. وقتی عصبی میشم اون کتاب روایت خیام مشاهدان برای روایت خوندن کمی را میخونم نسبتا عصبی آرام میشم. روایت عمر خیام یعنی که خواندن روایت عمر خیام بسیار ممنون. باز چی کار میکنید؟ باید اون اصلا شریکایی که عصب آرام میکنن اون تبدیل مشغول بشن. مثلا تصویر خطی بود بسیاری وقت باید موسیقی ها رو میکنم. بسیاری وقت دیگه هر دو حالت هم بسیاری وقت دیگه اینه گریه میکند آرام میشود. بیشتر در کدام حالت ها عصبی میشود؟ بیشتر در حالت هایی که مثال یگان که بقایش خودم اجرا نمیشه یگان کار میخواستگون در همه حالت ها بسیار در حالتی با موسیقی خودم آرام میکنم. باز در بسیار حالت ها یگان شعر مینویسیم یگان کاری دیگر. اینه شما شعر مینویسید خودتون؟ داد میزنم و لیکن حرکت میکنم که خیلی نکنم. اینه حالتی که وقتی که استرس دا میغلطید داد میزنید؟ وقتی عصبی میشید مثلا چی کار میکنید؟ وقتی عصبی میشم چیکاره که همون باید عصبی کرده یا آدم منو باید میکند و همون رفتار یا منو رفتار اقدام منو همون رفتار یا میکنم که عصبی کرده جل کرده طرف بهم داد کرده. یعنی وقتی عصبی میشوید داد میزنید خودتون آرام میکنید؟ داد بزنه با آرام میکنم.